به نام و یاد خدا. قدسی هستم. هاشمی تخلص میکنم. متولد سال 1382 در ولایت کابل افغانستان. مکتب را در لیسه عالی رخشانه به پایان رساندم و فارغ تحصیل از رشته ادبیات نمایشی پوهنتون کابل هستم. از زمانی که من کوچک بودم دوست داشتم که داستان بنویسم، حکایت بنویسم، کتاب بخوانم و بعدش که در دانشگاه کابل راه یافتم تانستم که به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شوم و از همون زمان بود که شروع کردم به نوشتن نمایشنامه ها، داستان ها، فیلمنامه ها و همچنان دیالوگ ها. اینها باعث شد که من بتونم راه خود را پیدا بکنم. فعلا که درس میخوانم ماستری ادبیات فارسی در پوهنتون افغانستان روشن. من بسیار دوست دارم در رشته ادبی و هنری کار بکنم و همچنان حاصل افکارم میتونم که بگویم یک مقدار همچنان به افکارم رسیدیم که کتاب بزم من زشت نیستم آفریدیم و همچنان از کشور ایتالیا یک جایزه یا اوارد بین المللی به اسم کاتدرا به من اهدا شد از لحاظ ای که سال در عشق از طریق کتابم به مردم بین المللی به مردم جامعه نشان داده تونستم و همچنان اوارد جهانی ساین آف پیس آف 2025 را به من اهدا کردن که در بین 71 کشور جهان افغانستان تونست که یک اوارد همچنان داشته باشه و این افتخار بزرگ را از خداوند ممنون هستم و از جانب وزارت امور زنان همچنان من تونستیم تقدیرنامه و جوایز داشته باشم و همچنان داستان‌های کوچک می نویسیم که بعضی‌هاش در رسانه‌های ایران منتشر شده و بعضی‌هاش در رسانه آلمان منتشر شده و من عضو برجسته کانون ادبی بر هستم. فعلا در بخش شاهنامه فردوسی کار میکنم و میخوایم که یک بعد دیگر از شاهنامه فردوسی را به مردم افغانستان نشان بدم. حامی بزرگ من در این راستا مادر مهربان، مادر فداکار و عزیزم و همچنان خواهر خوبم حسنا جان که در این راستا مرا خیلی کمک کردن تا به اهدافم کم نزدیکتر شوم و من میخوایم که یک مکتب را در آینده تأسیس بکنم که تمام دختران افغان بتانن از این طریق یک نویسنده برجسته شوند و احساسات خودشان را در کاغذ بیارن بدون هیچ دغدغه فکری. مدیریت کردن کار آسان است در صورتی که ما وقت خود را بشناسیم. ما به درس اولویت قرار میتم، درس را در اولویت زندگی خود قرار میتم. میخوایم درجه خوب بگیرم و بتونم از این طریق به مردمم به خودم کمک کنم و همچنان روزهای فراغت خود را می نویسم. روزایی که بتونم وقت زیاد داشته باشم شاهنامه را خلاصه نویسی میکنم، بیهقی را خلاصه نویسی میکنم، به زبان انگلیسی همچنان تلاش میکنم. تمام زندگی خود را طبق یک تایمینگ مشخص ما استوار قرار دادیم. ما واقعا برای رسیدن به اهداف خودم بسیار کوشش میکنم، چون میخوایم از جمع عزیز دختران افغانستان بلند شم و برای دختران افغانستان کار بکنم، تلاش بکنم و راه را پیدا بکنم تا بتونن با پای خودشان استوار بمانن و بتونن کار برای خودشان و فامیل خودشان انجام بدن. و در آینده دوست دارم که یک نویسنده موفق باشم، یک شخص باشم به مردم کمک کنم، اسم باشه که به مردم انگیزه میده اسم من و همچنان پیام به جوانان وطنی است که هیچ زمان ناامید نشوید. هیچ زمان ای تاریکی و ای شب باقی نمیمانه. پس پیشرفت، برای پیشرفت باید بجنگیم. پیشرفت به آسانی به دست نمیاد. باید برای حق خودتان بجنگین، برای پیشرفتتان بجنگین.